هم در مورد حجاب، اگر توی حجاب مرا فکر میکنی که بدن ما بوی بد میده، نخیر نی. مشک دهن ما که اگر صبح من دندانای خود برس نکنم از دهن کثیف تو قدر زیادتر و خوشبوتر هستم، چون من مسلمان هستم، سر به سجده میبونم، نماز میخوانم، خدا را یاد میکنم. مثل تا مانند تو نیستم که تمام بدن خدا برای مردم نشان بدم و مردم جلب جذب کنم. یک کمی از خدا حراس داشته باش. بی شرم و بی حیا کسایی که تو را حمایت میکنن اونا از تو بدتر بی حیا هستن، بی شرم هستن. کسایی هستن که میخواین که افغانستان هم مسلمان بودن بدنام بسازن. تو اصلا از افغانستان نیستی. من میشرم که تو را بگویم از افغانستان هستی، یک زن افغان هستی. لعنت خدا بر سرت، لعنت خدا بر سر فامیلت که تو را تشویق میکنه، لعنت خدا بر سر کسایی که حامی تو هستن. و امروز آمدی حجاب اهانت به حجاب ما میکنی. عزیزم، حجاب کردن همت میخواه، شجاعت میخواه، غیرت میخواه، عزت میخواه که متاسفانه تو نه عزت داری، نه غیرت داری، نه شهامت داری. فضل خداوند شرماندید و امی که برهنه ظاهر میشی در یک مملکت اسلامی با موهای باز، با بدن برهنه و با اون لباسی که تو میپوشی، شخصا خودم یک زن هستم میشرمم. به چی میشرمم؟ به یک همجنس خودم میبینم اقدر حقیر است که در بین مردا ظاهر میشن و در پرده های تلویزیون و میدیا با این رقص و آوازخوانی بدن خودش شو میکنه برای مردم. عزیزم، برو اول کمی نزاکت رو یاد بگی، عزت معنایش بفهم چی هست، حجاب را بفهم. امیر خداوند لایق نیده تو را که تو حداقل یک حجاب داشته باشی. پس ببین فرق بین تو و یک زن مسلمان بسیار زیاد است، بسیار زیاد است، چون خداوند لایق امی بدبختی و بیچارگی و بی‌عزتی تو را دیده. زمانی که تو میخوای نام حجاب به زبان بیاری باید 7 بار دهن کثیف تا بشویی تا نام حجاب ما را به زبان بگیری. من 2 روز از میخوایم لایو دوستای عزیز نتونستم چون کم مصروف بودم و حالا جای برای یک جلسه روان بودم، خواستم پیشتر از او لایو بیم و حداقل امی صدای خود بلند کنم که توی امروز که اهانت میکنی یا لبخند یا یک شکل بسیار ریشخندی بالای حجاب ما میکنی که میگی که بدن ما بوی تعفن میده، بوی بد میده. عزیزم، تو خودت گنده هستی. عزیزم، تو خودت بدبخت هستی. کسایی که در فیسبوک در کامنتی که من برشان شیر کرده بودم من ویدیوشانم، از دوستای نزدیک من بودن که گفتن که شما زن ستیزی میکنی. نخیر نی. زمانی که برای حجاب ما کسی توهین کنه به مسلمان بودن ما، اگر خواهر ما باشم، مادر ما باشم، علیش ایستادگی میکنم، چون حق مسلم ما است. چون مسلمان هستم باید از حجاب خود دفاع کنم. دوستای عزیز، آیا با این حجابی که ما ظاهر میشیم، با این حجابی که دختر خانمایی که در افغانستان هستن، آیا ما بد هستیم؟ آیا این حجاب با نشان بد اخلاقی ما هستن که خانم آریانای رقاصه که شب روزش در رقاصه گری تیر میشه، شب روزش با شو کردن بدنش بر روی سجاد تیر میشه، آمده به عزیزم تو خودت گنده هستی. عزیزم، تو خودت بدبخت هستی. کسایی که در فیسبوک در کامنتی که من برشان شیر کرده بودم من ویدیوشانم، از دوستای نزدیک من بودن که گفتن که شما زن ستیزی میکنی. نخیر نی. زمانی که برای حجاب ما کسی توهین کنه به مسلمان بودن ما، اگر خواهر ما باشم، مادر ما باشم، علیش ایستادگی میکنم، چون حق مسلم ما است. چون مسلمان هستم باید از حجاب خود دفاع کنم. دوستای عزیز، آیا با این حجابی که ما ظاهر میشیم، با این حجابی که دختر خانمایی که در افغانستان هستن، آیا ما بد هستیم؟ آیا این حجاب با نشان بد اخلاقی ما هستن که خانم آریانای رقاصه که شب روزش در رقاصه گری تیر میشه، شب روزش با شو کردن بدنش بر روی سجاد تیر میشه. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما یک خواهش دارم که با همین سوال من جواب گردونید. من سطر عورت کردم. با من شوهرم میگوید که اگر سطر عورت نکنی فهمید که شما زن من نی. مادرم باشد میگوید که اگر سطر محکم کنید من شما را نه در دنیا میبخشم و نه در آخرت. من چیکار کنم؟ این خواهر عزیز با احترام زیاد مهرالدین نویسنده است. وقتی که شما خواهرای عزیز شوهر که میکنین، رسول اکرم میگوید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، بزرگترین حق بالای زنها بعد شوهر کردن این حق شوهر میسته. دیگر پدر یا مادر بگوید که تو ترک سطر عورت کن، نعوذ بالله باور کن از دین بیگانه میشود. وقتی که با امر خدا تو چکار میکنی؟ تو مقابلیت نشان میدی.
خدای تو در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين و کان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم، با دخترهای خود، با زنهای خود، با زنهای تمام امت خود خبر بده که بالای سر خدا بپوشانند، گردنهای خدا بپوشانند، پایهای خدا بپوشانند، یعنی سطح عورت به جا بیارند. وقتی تو امر خدا را که مقابلیت نشان میدهی، مسلمانی تو کجا میشود؟ و این دختر حق دارد که سخن پدر و مادر اینجا قبول نمیکند، اگرچند شوهرم که نداشته باشد. حالان که وقتی صاحب شوهر شد، سخن شوهر گذر دارد، سخن پدر و مادر گذر ندارد. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، ما که در دین اسلام خواهش داریم و کسیته های شما را گوش میکنیم و من میخواهم که سبق گیرم. من را پدر و مادرم نمیماند. من که حالی که خرد هستم گوید که من چیکار کنم. اگر شما خرد باشید برادر عزیز، از تعلیم قرآنم دور نشو و از خواندن مکتبم دور نشو. کار کن که در مکتب با بهای اعلا خوان و تمام معلم های تو از تو راضی باشند، نه بالای تو شکایت کنند. یعنی اگرچه یک مدت وقتت را در مسجد میگذرانی، یک قسم زیادی و با در مکتب گذران کن. با درس های امروزه هم چکار کن؟ توجه زیاد داشته باشی. گر حال نیک خواهی، حضرت رومی میگوید، پدر و مادر میگوید، پدر و مادری که نمیخواهد فرزند او قرآن خوان شود یا نماز خوان شود، گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. اگر شما حالت نیک فرزند بخواهید، اگر شما بخواهید که در آینده از این فرزندها راحت بینین، اینها را چیکار کنید؟ قرآن خوان کنید، علم دنیوی را نشانشان دهید و کسب و کار نشانشان دهید. گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. حضرت گفتن مادامی که اگر پیشه را یادش ندادین، یعنی کسب و کار نآموخت و ایرا قرآن خوان که نکردین، برای این گونه فرزند بیل و کلند و تیشه منتظر است. یا چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خر چراند در کوه و در و پشته. وقتی از قرآن دور شید، از نماز دور شید، از علم دنیاوی دور که شد، زیب این گونه فرزند و زیب این گونه پدر و مادر همون بالای کوه چراندن گاو و خر است. گفتند حضرت سعدی میگوید بیامرز پرورده را دست و رنج. این فرزندی که در خانه تو پیدا شد، اینا شما علم آموزانید، اینا شما کسب دنیایی آموزانید، اینا خط خوانش کنید. بیامرز پرورده را دست و رنج، اگرچه دست داری چو قارون به گنج. اگر مثل قارون به دولت هم که باشی، باید فرزند تربیه کنی، باید فرزند کسب نشان دهی. میتواند این برادر ما هم تعلیم مکتب شد دوام دهد و هم آمدن از ما تعلیم گیرد، قرآن خوان شود. انشاءالله از هر دو جانب وای برکت می‌یابد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر کفر نشود، از پدرم تو را بسیار دوست می‌دارم. خواهش التماس یک جمعه را درباره اهل دوزخ یا اهل بهشت صحبت می‌کردید، بسیار خوب می‌شد. سوال: خوراک دوزخیان چیست؟ چرا استعمال میکنند؟ البته خداوند همه ما و شما را از عذاب دوزخش نگه بدارد و از وارد شدن به دوزخش نگه بدارد و انشاءالله در باب این دوزخ و بهشت خدا خواسته باشد صحبت ها میکنیم. الحال من به شما خبر میدهم آیت را از خوراک دوزخیان، که دوزخیان چی خوراک دارند. خدا میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تسقا من عین آنیه
لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. صدق الله العظیم.